سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون مثل آب و هوای امروز بابرسر عالی باشه. من به شدت معتقدم که یک سری از چیزها خیلی به ندرت تکرار میشن و تو زمینه خرید ملک لوکیشن میتونه یک معقوله‌ای باشه که شما باید توی انتخابش به شدت دقت بکنید، صبور باشید و حتما مشورت رو چاشنی کارتون بکنید. خوشبختانه ما امروز یک پروژه‌ای برای ما موجود شده که لایسنس برج رو داره. از لحاظ ساخت و از لحاظ لوکیشن جزو بهتریناست توی بابرسر و ما مشابه اون رو توی شهر خودمون خیلی کم می‌بینیم. با من همراه باشید تا جز به جز این پروژه رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان، همونطور که می‌بینید ما توی یک فضای لابی مجلل و شیک و پیکیم که یه نورپردازی خیلی با کیفیتی اینجا انجام شده. به اضافه اینکه تفکیک راه‌پله‌هاش هم خیلی خوبه. به اضافه اینکه همین ساختمون با 2 لاین آسانسور 13 نفره که پک وارداتی هستن تغذیه میشه. یه نمای کلی از لابی زیبای اینجا حتما ببینید. دوستان، ما الان اومدیم توی واحد مد نظرمون. یک سری نقاط قوت داره که من یکی یکی میرم جلو و بهتون میگم. اولین نقطه قوتش تراس قابل چیدمان و بسیار بزرگشه که دقیقاً رو به سمت دریاست و شما با یک چیدمان مبلمان درست حسابی میتونید از فضای خیلی قشنگی استفاده بکنید. بله، توی این قسمت هم که مشاهده میکنید آشپزخونه است که فکر میکنم پر از کابینته و قطعا خانوم خونه فکر نکنم به کابینت دیگه نیاز داشته باشه. حتی اگر نیاز هم داشته باشه با قرارگیری یک جزیره توی این قسمت میتونید اونو پوشش بدین. همونطور که میبینید فضای حال اینجا کاملا مربعه، یعنی برای چیدمان چند دست مبل هم جا هست. مزیت دوم رو میخوام خدمتتون بگم. اینجا یک واحد 2 خوابه که هر 2 خوابش هم مستره که به اتفاق میریم با هم ببینیم. ولی اگه یه 2 تا پلاک جلوتر بودیم فکر میکنم میتونستیم لنسر بیاریم ماهیگیری هم بکنیم. ببینید وقتی میگم لوکیشن حرف اول و آخر رو توی خرید ملک میزنه، دقیقاً منظورم همین بود. شما نزدیکترین فاصله رو به دریا و شنهای ساحل دارین که خیلی کم اتفاق میفته پروژه‌ای تو بابرسر تو این قسمت تموم کار کرده باشه و سند تحویل داده باشه. الان تو روف گاردن این پروژه هستیم که یه فضای چیدمان خیلی جالبی داره. علاوه بر این که این فضای روف گاردن رو شما دارین، یک فضای شاهنشین هم قسمت بالای روف دارین که اونجا هم چیدمان شده. یک فضا و دریا رو کامل میبینید و میتونید با خانواده‌تون اوقات خیلی خوبی رو اینجا سپری بکنید.